نگاه کن، این قیمتی که از اینجا بوده، این قیمتی که ریخته رفته بالا، نصف بیشتر این موج قبلیشو داده برگشته اصلاح کرده تو نصف بیشتر این موج، بعد رفته بالا. مجدد نگاه کن، اینجایی که شارپ ریخته قیمت اومده نصف بیشتر موج قبلیشو اصلاح کرده برگشته تو نصف موج قبلیش، بعد رفته به سمت بالا. دیگه نگاه کن اینجا رو، اینجا قیمت که ریخته رفته تا سقف قبلیش، کاری نداریم چرا؟ چون نصفش هم بیشتر، خیلی بیشتر رفته تا سقف قبلیش که اومده کف پایین‌تر زده. اینجا نگاه کن، قیمت از اینجایی که شارپ ریخته، خب بذار با فلش نشون بدم به این موجی که شارپ ریخته، این موجی که رفته بالا نصف این موج رو حتی بیشتر رفته بالا، بعد مجدد برگشته توی نصف این موج و بیشتر نرفته پایین که بعدش رفته به سمت بالا. پس الان قیمت لایو مارکتی که اینجا هست، اینجاها داره میاد به سمت پایین، دو حالت داره، یا میاد توی 50% این موج الان، یا میاد تو 50% این موج و یه همچین حرکتی میزنه، یا میاد کف اینو میزنه و میریزه. من از کجا بفهمم؟ الان میریم تو لایو مارکت به توضیح میدم. این الان لایو مارکت. ببین اون چیزی که من حس میکنم این همش اصلاحه و من زیر 4200 رو نمیبینم. حالا شما میگی 3 و چند، 3900، 3700 الان عددش در میاری. منم زیر 4200 رو فکر نمی‌کنم ببینم، ولی ماکسیمم عدد روی 45 کردم. خب 4550 نه 4550 اون معامله چیزه اثبات بازه، روی 4500 فیزیکی گرفتم که تهش گفتم اگه بخواد پایین بزنه روی 4200 دوباره یه پله خرید انجام میدم. ولی ته اصلاح ریزششو کجا میبینم؟ تهش 3700 که نمیبینه اونو. نمیبینم. من فکر نمی‌کنم ببینه. چون من الان دلیلش رو توضیح میدم. 4200 بزنم خب بخواد تا 3700 بیاد، خب سرمایه‌ام تو ضرره. اوکی، ولی میره بالا مجدد. چون فیزیکی خریدی چون میره تایم بالا. فریم هفتگیه، ماکسیموم 2 ماه این اتفاق. خب آره. ولی من میگم من نمیدونم چون من زیر 4200 رو نمیبینم. ولی تهش اینو خیلی میپرسن که تهش کجاست، یعنی اون حجم سنگینی که میخوان خرید بذارن کنار رو چند میبینیم؟ 3900 3700 سنگین دیگه خرید کنن و هیچ کاری نداشته باشن که قیمت بیاد هر چی زیر این نقدینگی هستش رو جمع کنه بره بالا. خب حالا الان توضیح میدم. نگاه کن، قیمت وقتی میخواد اصلاح بزنه، خب معمولا تو 3 موج اصلاح میزنه. یعنی چی؟ یه همچین شکلی رو میزنه، میاد پایین، بعد میره بالا، بعد مجدد برمیگرده پایین که این کف رو میزنه. خب و بعد از این قیمت میکنه میره بالا. خب الان اینو زده قیمت، اینم زده. حالا دو حالت به وجود میاد، یا انقدر قدرت خریدارا زیاده، یا انقدر قدرت خریدارا زیاده که تو این اصلاحی که زده برای این موج، خب قیمتی که داره برمیگرده به سمت پایین میخواد این کفو بزنه، یا انقدر قدرت خریدارا زیاده که تو 50% این موج قیمت برمیگرده بالا. آره الان توضیح میدم روی تصویرم. یا از اینجا میکنه میره بالا، یا میاد پایین این کفم میزنه بعد میره بالا. خب من از کجا بفهمم که تو کدوم یکی از این 2 نقطه ها قیمت قرار هست برگرده؟ اینجا قراره برگرده یا اینجا قرار هست برگرده؟ نشونه داره توی این نقطه ها. حالا توضیحاتشو خدمتتون میگم. نگاه کن، سادهش کن، اینا رو زار خلوت کن 4 تا. الان همین این شکل رو به خاطر بسپار. خب من الان 4 تا خلوت میکنم، توضیح میدم. اون شکل رو یادت مون؟ نگاه کن، الان قیمت اومده این پایین رو زده، این بالاشه. حالا دو حالت داره، یا میاد از اینجا میکنه میره بالا، یا میادش پایین و این کفم میزنه و بعد میره بالا. خب این عددش رو دقیق بنداز رو. خب الان میگم، صبر کن. کدوم یکی از این دو حالت میتونه اتفاق بیفته؟ اگر بخواد از اینجا برگرده به سمت بالا، اینجا میشه لول 61.8 یا 70.7 فیبوناچی این موج که ما باید توی تایم فریم پایین ترش نشونه برگشتش رو ببینیم. الان پس من میام چیکار میکنم؟ اول یه دونه فیبوناچی ریتریسمنت از ابتدای این اصلاح تا انتهاش میگیرم، لول 50 درصدش میشه اینجا 4757، 61.8 4677 و 70.7ش که میشه 4600 حدودا 4609. محدوده 610 تا 1. آره، یا باید از اینجا بکنه بره بالا، یا اینا رو میشکنه و میاد پایین تا کجا؟ تا اینجاها که الان لولشو بهتون میگم. ببین من الان برنامه اونم بهتون میگم. خب الان خرید. الان من اون پله‌ای که میخوام حجم
توی فیزیکی بگیرم اونو بهم بگو. عجله نکن. عجله دارم. کل این موجی که رفته به سمت بالا، خیلی هم شارپ رفته به سمت بالا، نسبت به موج قبلی که یه اصلاح طولانی بوده، منشأ حرکت صعودی اینجا بوده. از ابتدای این موج به انتهای این موج من باید یه فیبوناچی بکشم. ریتریسمنت از ابتدای این موج تا انتهای این موج، به شرط اینکه خریدارا خیلی زیاد باشن توی مارکت، خریدارا وحشتناک زیاد باشن تو مارکت، از روی 4708 یعنی همون عددی هم که الان اینجا در آوردیم تقریبا 4670 اینجا توی اینجا اوورلپ دارن تقریبا با هم دیگه. پس اینجا محدوده خرید خیلی خوبی میتونه باشه برای خرید اثبات. خب اما من میخوام صبر کنم که توی بهترین نقطه بخرم. بهترین نقطه‌ای که من میتونم بخرم 38224155 اینجا خریدارها زیاد باشن تو مارکت، قیمت اومده کاملا هرچی استاپ این پایین ما اینا بوده رو زده و بعد قیمت میکنه میره به سمت بالا 4155 4255 اینا. اگه خیلی بخواد بریزه مثلا یه صلح جهانی بشه، نمیدونم مثلا یه چیز خیلی بزرگ جهانی اتفاق بیفته 3707 از این پایینتر نمیره طلا. حالا ما فرض محال رو میذاریم روی 3700. خب این اصلاح بعدش زمانیه یا یعنی قراره چندین سال توی این عدد بخوابیم یا اینکه نه سری پر میکنه؟ الان میگم نیا کن سری قبلی چون زمانی بوده میبینی چند ساله؟ از سال 2020 تا 2023 3 سال قیمت رنج زده. خب این سری قیمتیه، یعنی 3707 محتمل تره، یعنی اینجوری بیاد شارپ بزنه و برگرده. ببین با شادو باشه واسه نه با شادو نیست، شاید یه 2-3 ماه طول بکشه. 2-3 ماه هم اوکی واسه سرمایه گذاری. اگه قرار فیزیکی بخری 2-3 ماه عالیه. چیکار می‌خوای بکنی توی این شرایط؟ می‌خوای مثلا با اون عدد ملک بگیری بعد فروش نده؟ 2-3 ماه شاید تا 5 ماه هم طول بکشه، ولی سال فکر نمی‌کنم بشه. چرا؟ چون اصلاحش دیگه زمانی نیستش. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه تو محدوده 4000 تا 3700 که محدوده خرید هست، خب اونجاها خرید بزنن و کسایی که از اینجاها خرید میزنن میمونن توش تا قیمت دوباره بیاد تا 3700 و برگرده. اینا دیگه پروسه شاید 1 سال و نیمه شاید توی چیز بمونن. آره همه عموما رو 6300 ان و توی کانالی هم که هست 6200 تهشه. یعنی من خودم توی همین باز زمانی خیلی کوتاه مدت، یعنی سالیانه من فکر نمی‌کنم 5206 خیلی نزدیک میزنه. اینو نگاه کن، این الان کانال سعودیشه، معلوم میکشن با فیبوناچی چنل هم میکشن. من فقط اینو موندم که من میخوام خریدمو بزنم، من اگه روی 4200 بزنم پله آخرمو دیگه 3700 فیزیکی نمیتونم خرید بکنم. حالا به نظرت اونو رو 4200 کل پولمو بگیرم یا اینکه نه اونم باز نصفش کنم؟ چون 3700 خیلی نگاه کن از کجا برگشته، قشنگ روی سقف کانال 261.8 فیبوناچی چنل بوده برگشته. من همه رو پاک کنم مجدد بکشم خلوت بشه. این فیبو چنل نگاه کن، این کانال سعودی، اینم سقف کانال سعودی. ببین کجا شادو شده، یعنی قشنگ نزدیک این یه ذره بیا پایین تموم به شادو نرسید. من اینو دقیق ترش کنم، از پایین از کف اینو دقیق ترش کنم، از بالا خودش درست میشه. خب نرسیده بهش برگشته، تو هم این محدوده بوده. حالا قیمتی که برگشته باید تا اینجاها اصلاح کنه بخواد بالا بره. هم 4204 اینا باید خرید بشه. بعدش هم دیگه سرمایه گذاریه دیگه، باید صبر کنی دیگه روش. من برای 2 سال و اینا اوکی ام، ولی واسه 3 و خورده‌ای اصلا ذهن من اصلا 3 و خورده‌ای رو نمیکشه اینکه بخواد تا 3700 بیاد. 3700 چرا گفتم؟ چون اگه بخواد بیاد نقدینگی زیر این کفو جمع کنه، اینا کن، اینا همه اینا نقدینگیه، زیر این کفو بخواد جمع کنه این شکلی با شادو دیگه میاد، اینجا رو با شادو میاد برمیگرده. ولی فکر میکنم دیگه همین رو 4150 اینا این کفه رو نتونه بزنه. من واسه اینکه از این عقب نمونم من رو 4200 پله آخرمو میگیرم. 4150 هم میتونی. حالا 5500 تو اشکال نداره. آره من فکر میکنم یه همچین حرکتی بزنه. این سقف رو همون محدوده 6000 اینا میشه که گفتی 6 و 100 6 و 200 6 و 200ش اینجا میشه. یه شادو یه ذره بالاتر شاید بزنه. یه همچین چیزی رو من انتظار دارم قیمت بزنه تو تایم فریم هفتگی. نگاه کنید چند هفته طول میکشه، شاید همونی که گفتی در طول 1 سال آینده، این شاید در طول 1 سال آینده بیاد این حرکت رو انجام بده.
یک سال 1 سال و نیم. نه زیر 1 سال. نه 1 سالی زمان میبره. الان هر یک کندل یه هفته طول میکشه بستشه. اینو یه همچین حرکتی رو انتظار دارم بیاد ببینه که اینا رو بزنه، یه اصلاح مجدد به سمت بالا میده. یعنی حالا یه مسئله، الان همین کندل هفتگیه، همین سبزه، خب این الان یه بار شادو شده دیگه، اینا رو اومده جمع کرده. یعنی تو اگه حتی پرایس اکشن هم می‌خواستی این کفا رو شما میگی این شادو اومده یه بار قیمت رو جمع کرده، درسته؟ این چیزی که نه تنها شما میبینی، دولت ها هم میبینن، بانک ها هم میبینن و همه میبینن این شادو رو. پس برای اینکه قیمت بخواد بره بالا، همه باید چیزی که شما میبینی رو ببینن و قیمت بیادش به سمت پایین و خلاف نظر بقیه هانت بشن و بعد قیمت بره بالا. یعنی استاپای کف محدود رنجش هم که بخواد در نظر بگیریم چه زیر اینجا. برام خیلی دور از ذهنی که قیمت بخواد از اینجا برگرده. 4200 اگه بخواد استاپای زیر این کفم بزن، زیر این شادو رو بزنم اونجوری. میخوای نقطه زنی کنی، صبر کن دقیقاً رو همین اینجا وارد شی. اینجا؟ آره. 450 155 اینجا نقطه زنی شه. از 4200 شروع کن میانگین کم کردن. 4200 از 4200 میانگین کم کن. 4200 مثلا یه پله بخر، اومد پایین‌تر هم باز پول دستت بود بخر. فکر نمی‌کنم از اینجا بره بالا، خیلی احتمالش کمه. چرا؟ قیمت اصلاح نکرده این همه رفته بالا. این دو تا شادو که اصلاح نیست، باید موج بیاد پایین. باید چند تا کندل بیاد پایین. یک کندل اومده پایین، یه دو تا کندل برگشته بالا. روندش رو تو این چند ماه ببین، شکستاشو ببین چه جوری بوده، همه فیک. اصلاح ها رو نگاه کن، 2-3 تا کندل حداقل پایینه. این یک کندل اومده پایین، کندل‌های بعدی برگشته بالا. پس باید چند تا کندل بیاد پایین. اصلاح ها رو نگاه کن. حالا اینجا نگاه کن، قیمت چند تا کندل رفته بالا، یک کندل برگشته پایین، بقیه رفته بالا. این یه دونه کندل اصلاح نیست. این کسایی هستن که خرید کرده بودن از پایین، اینجا نقد کردن. ولی نمیدونم علیرضا، حالا با این میگه، ولی من حسم بهم میگه این میره بالا. یعنی این نمیتونه اینجا رو حتی ببینه. یعنی اون 4200 هم حس میکنم به موقعیت خرید نمیره. یعنی اون با اون چیزی که همیشه کار میکنم و با اون چیزی که سقف و کف کار میکنم، این اگه بخواد اصلاح اینجا هم بده، این داده با این شادوه، بخواد بیاد اینم پر بکنه، به 4200 هم انگار نمیرسه. و تو میگی اون چیزی که تو میبینی و همه میبینن و غیر از اون اتفاق شما توی طلا تخصصی تره. من خب ولی تایم پایین کار میکنم. تایم پایین کار، آره دقیقاً تایم پایین کار میکنی. این تو تایم بالا اصلاح نداده، باید تو تایم بالا اصلاح بده. زور داشته باشه قیمت میخواد بره بالا. چرا باید خواهی مثلا اینجا رو ببین؟ پس یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، من همون 450 رو میگی با ماکسیموم حرکت تا 3700. ماکسیموم حرکت نزول. این 3.5 نیست. من نیستم. نظر من نیست. اما بچه‌هایی که میخوان خرید کنن، میخوای بهشون بگی حتما بگو که با لورج بالا توی یه نقطه خرید نزنن. مثلا چون گفتم 3700 پس 3700 فول مارجین وارد شن. نه، به قیمت جای بازی بدن. ببین این یه تیکه که کلا محدوده بوده که داشتن مردم نوسان میگفتن، اینو نمیتونی که اصلاح ببینی. قیمت توی همینجا وایساده چند روزه داره توی همینجا بازی میکنه. یعنی آدما که اینجا ترید کردن هم سود کردن خیلی خفن بودن. همینجوری داره بالا پایین میشه. روز خود رو با خواندن جمله مثبت امروز تقویم شروع کن. این یه پایین دیگه به نظرم باید بزنه. توی تایم بالاش هم که بخوای نگاه کنی، با توجه به سقف و کفایی که من کار میکنم، این اومده سقف و کف جدید تشکیل داده، اینجا اومده بالای این، اینقدر این گپ انداخته معلوم نیست. اون چیزی که من توی تایم پایین کار میکنم و دارم تو دل این میبینم اینه که این ماکسیموم حرکتی که بخواد بکنه بیاد تا کف کانالش که همین این محدود است، خیلی دیگه بخواد زور داشته باشه با همون محدود رنجی که من کار میکنم استاپای زیر این شادو رو بزنه اینجا و خیلی قوی برگرده و بخواد بره بالا. واسه همینه که من اصلا اون 3700 رو نمیفهممش. نه تنها نمیفهممش، چون اصلا تریدر تایم بالا هم نیستم. اینم صرفا فقط واسه اون خرید فیزیکی میخوام. خیلی زیاده رو 450 400 155 یا 150 برگرده. 3700 به نظر منم دور از ذهنشون بیشتر از نصف میشه. نه اینو اسکرین ریکوردش کردم، اینو برامش بالا. آره بذار بچه‌ها هم استفاده کنن. باش. دمت گرم.